سلام. آقا رضا شما یه کوله به من معرفی کنید. یه کوله بهت معرفی کنم. یه کوله خودمو میخوای بهت معرفی کنم. میخوای همین کوله مریخ رو بهت معرفی کنم؟ از اول وسایل خودم رو توش بردارم ببینم اگه کوله تو هم پورت یو اس بی داشته باشه هم تایپ سی داشته باشه اوکیه. اینکه یه ظاهره یه دست و محکم داشته باشه که هم شیکه و هم ترند روزه، این اوکیه. اینکه انقدری این کوله باز شه که خودت دلت به حالش بسوزه و بگی دیگه بسته، اوکیه. اینکه انقدر فضای بزرگی داشته باشه و یه فضای ضد آبم اینجا براش تعبیه کرده باشیم و این قسمت هم یه جیب بزرگ تو این قسمت داشته باشه و یه جیب هم اینجا داشته باشه و این جیبا هم مخصوص موبایل و خودکار و بقیه لوازمت باشه، اوکیه. بازم اوکی نیست. اگه تو این قسمت برات یه دونه جیب دیگه طراحی کرده باشیم که جای لپتاپه و بتونی به راحتی لپتاپ، تبلت و هر چیزی که داری اینجا بذاری، اون وقت اوکیه. مریخ رو انتخاب میکنی. اگه دسته های پشتشو لمینیت کرده باشیم و انقدری ضخامتش خوب باشه که تو رو اصلا اذیت نکنه، به نظرت اوکیه. اگه بند چمدونی داشته باشه چی؟ که بتونی توی مسافرت هم با چمدونای دیگه حملش کنی، اوکیه. اگه یه جیب مخفی این پایین داشته باشه چی؟ فکر نمی کنم دیگه کوله از این بیشتر بتونه به تو آپشن بده. ولی در هر صورت مریخ انتخاب منه. امیدوارم انتخاب تو هم باشه.